رئیس کابینه وزیران قرقیزستان اولوغبک معروفوف در ملاقات با ساکنان دهه نزد مرزی ناحیه جان اولوی ولایت اوش گفته است که مقامات قرقیزستان اخیراً درباره تا زمان حل مشکلات موجوده پرره قطع کردن حرکت توسط مرز دولتی با جمهوری تاجیکستان قرار قبول کردند. ناحیه جان اولوی با ناحیه لخش در وادی رشت تاجیکستان که اکثر اهالیش را قرقیزا تشکیل میدهند همسرد است. این قسمت مرز به فرق از مرز ولایت سوغد و بادکند در طول 10 ساله آخر شاهد مناقشه های مرزی نشده است و آخرین حادثه فوق‌العاده در این قطعه مرز با ولایت اوش شبیخون زدن جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان با رهبری جمعه نمنگانی در سال 1999 بود. رهبر حکومت قرقیزستان که این خبر را در صفحه‌اش در فیسبوک نشر کرد تفصیلات دیگر نآورده است، ولی تصمیم بستن مرزها از جانب بیشکک در پی مناقشه خونین پایان ماه اپریل در مرز ناحیه اسفرو با باجان غفوروف ولایت سوغد تاجیکستان و با ناحیه بادکند و لیلک ولایت بادکند قرقیزستان است که با 55 کشته و 240 زخمیش پرقربانی ترین مناقشه نه فقط در تاریخ مناقشه های مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بلکه عموما پرقربانی ترین مناقشه در تاریخ نزاع‌های مرزی در تمام آسیای میانه دانسته می شود. لازم به یادآوری است که روز 24 ماه پرزیدنت قرقیزستان سادر جباروف در سوچی با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین ملاقات می کند. در برابر روابط دوجانبه مسکو و بیشکک یک موضوع اساسی دیدار او با پوتین راه‌های عادی ساختن روابط بیشکک با دوشنبه در پی مناقشه اخیر مرزی نام برده می شود. روز 30 اپریل در پی مناقشه خونین رهبران تاجیکستان و قرقیزستان در یک گفتگوی تلفنی توافق کرده بودند که جباروف در نیمه دوم ماه می برای مذاکرات به دوشنبه می آید، ولی با اون که تا پایان ماه می یک هفته دیگر مانده است تا حال صحنه دقیق سفر پرزیدنت قرقیزستان به دوشنبه اعلان نشده است.